بلوچی دود ربیدگ یا فرهنگ یا کالچر که گوشند چند پهنای هست. یک که همه لباسند، پوچند، زبانند، یه دیگه گفتگیرانی که ماشما گو یک دیگر هستند، این یکی نه. یک که دیگه هستند هیستوریند که ماشما در تاریخ چی بودگیم. بلوچشان نزانند، گشتر نزانند. بلوچان 6 تا دینستی بوده در همه منطقه. 6 تا. اولین کسانی بودند که سیویلیزیشنش جور کتا. They were the first one to create civilization in the region. This is very important for the Baloch people to know. آیان اولین کینگدم پادشاهی تا منطقه بلوچان جور کرده نامی پیشدادیانه. رند شعایی دیگه کینگدمی جور کرده آیا کیانیان. ای دو هور در رو 10,000 سال بر ایران و افغانستان و پاکستان و اندیا و سنترال ایشیا حکومت کرده. رند شعایان سومی کینگدم کان جور کرده پارتیانز گوشنتی. انگلیسی گوشن پارتیانز، ایرانیانی گوشن اشکانی. اشکانی همه آسکانی طایفه که ما شمار هستیم. ایشان 500 years 500 سال ایشان بر همین منطقه حکومت کرده. رند که عربان یاین تو اسلامیت دیگه پرژین امپایر و منطقه تمام بید، بله 3 نوکین دینستی جور بید. یک سفاریانند، یعقوب لیس سفاری که بلوچی اولین کسی که فارسی زبان رواج دادند کنار بلوچی، اولین کسی که به جنگ خلیفه رو و وسط راه فوت کن کامیاب نبید. رند طاهریانند که طاهریان نواسه همه کسی هستند که ماشمای گوشین زهی، حسین زهی، کمبر زهی، احمد زهی، ایشان همه نواسه گند طاهریان. آیه پیروک همه زیغ همه مسترین بلوچ سردارین بعد از اسلام. و رند شعایی سامانیانند که آیان هم وطا پور کنند به 5 تا فامیلی که تمام ملکان حکومت کنند. بنابراین بلوچستان history is one of the greatest history in the world. They are the greatest civilization makers. So it is unique. It is not comparable to any other group in the area, in the region. But this has been lost. اگار بودا. مردم نزانند. بلوچ خیال کنند که آیا همیشه هنچو بزرگ و عذاب بودگه. اینطور نه. بلوچ آباد بودگه. از تمام دیگران گشتر حکومتش کرده. و هنو شمای نسل. این شمای نسلین که یک چیز دیگه هم هسته. من وقتی سپیچ گفت. بلوچان گشترین IQ هسته. They have the highest IQ in Iran, Afghanistan, and in the region. The highest IQ means that they are more intelligent than all of others. بله چون شام پد دارک بودگه هنو intelligence IQ او دن نیلند که پیش کپیتو در بیاید. منی امیدش این که بلوچان هنو که زانند که آیان highest IQ هست در این منطقه. آیان 6 کینگدم بوده. هنو وقتی ارزش بزنند، کار بکنند و اولین کارش این که وقتی پتانسیال، وقتی تالنت دیم پیش بدارند، پیشروی بکنند و انشالله بلوچستان دوباره همانطور مزن بید، بلوچ دوباره عزت داره.